دنیای فوتبال یک دنیای پرهیجانه که مثل همیشه طرفداران خاص خودشو داره و پر از اتفاقای عجیب و غریبه. در ذهن همه ما لحظاتی از این ورزش حک شده، از شیرین ترین و به یاد ماندنی ترین خاطرات تا تلخترین و زجرآورترین. مانند هر دستاورد بشری، فوتبال و حواشی آن سرشار از داستانها و شایعاتی است که با شنیدن آن سرهایتان را به نشانه ناباوری تکان خواهید داد. یکی از بازی‌های لیگ انگلستان در سال 1984 برای همیشه در تاریخ فوتبال جاودانه شد. به خاطر برگزاری این بازی در 3 نیمه 45 دقیقه‌ای، ماجرا اینطور آغاز شد که داور اصلی مسابقه بین تیم‌های ساندرلند و دربی کانتی به بازی نمیرسه و این دیدار با سوت فرد دیگری آغاز میشه. نیمه نخست به پایان میرسه. داور اصلی سر میرسه و اعلام میکنه که دو تیم باید 90 دقیقه دیگه بازی کنن. این بازی در نهایت با نتیجه 11-0 به سود ساندرلند به پایان رسید. در جام جهانی 1950 کشور هند به عنوان اولین کشور آسیایی به جام جهانی رسید. مردم استعمار زده هند به قدری از این اتفاق خوشحال و شادمان بودند که سر از پا نمیشناختند و ماها جشن و سرور به پا کردند. قرار بود جام جهانی 1950 در کشور برزیل انجام بشه و هندوها به برزیل سفر کنن. اما پس از برآورد هزینه، مسئولان ورزش کشور هند از اعزام بازیکنان فوتبال این کشور به برزیل منصرف شدند، چرا که عملاً پولی در بساط نبود. بازیکنان هند نه پولی برای خرید بلیت سفر به برزیل داشتند و نه حتی برای خرید کفش و پیراهن ورزشی. خوزه مانوئل بارو اسکاندون در لیگ دسته دوم کلمبیا با کارت‌های قرمز بازی رو به پایان برد. اون پس از اخراج نهمین بازیکن در سود خود میدمد و بازی رو نیمه کاره به پایان میرساند. وی در توصیف این بازی میگوید: اگر بازی ادامه پیدا میکرد مجبور بودم همه رو اخراج کنم، حتی توپ بازی را. نورمن ویندرام در تمام طول عمر خود طرفدار منچستر یونایتد بود. در سال 2002 اعلام شد که او از سال 1926 در تمام مسابقات خانگی منچستر یونایتد در اولد ترافورد شرکت داشته. اون میگه برای اولین بار در سن 4 سالگی به ورزشگاه اومدم و پس از اون به صورت متوالی در بیش از 1800 مسابقه خانگی یونایتد شرکت کردم. نورمن یکی از وفادارترین هوادارانی است که یک تیم تاکنون داشته است و داشتن همچین هواداری واقعا فوق‌العاده است. تیم زیر 20 سال شیلی در سال 2002 به خاطر خندیدن جریمه شد. فدراسیون فوتبال این کشور بازیکنان این تیم رو مجازات کرد به این علت که یکی از بازیکنان در جریان تمرینات جوکی رو تعریف میکنه که همه بازیکنان از خنده روده‌بر میشن و اخلالی در جریان تمرینات ایجاد میشه. مربی تیم از این مسئله شکایت و عنوان میکنه این رفتارها باعث از بین رفتن اقتدار و تمرکز مربی شده و پس از اون جوک گفتن در این تیم ممنوع اعلام میشه. در سال 2011 مهاجم آن زمان منچستر سیتی که یکی از پرحاشیه ترین بازیکنان دنیای فوتبال به حساب میاد به سرعت وارد اتاق رئیس میشه، اما نه رئیس خودش. یک هوادار جوان در حین تمرینات از بالوتلی تقاضای گرفتن عکس میکنه که در نهایت این تقاضا باعث میشه سوپر ماریو کنجکاو شه که چرا این پسر بچه الان در مدرسه نیست. ظاهرا پسر بچه برای رفتار ناشایست چند روزی از مدرسه اخراج شده بوده. در نهایت بالوتلی به همراه مادر پسر بچه راهی اتاق آقای رئیس میشه و تقاضای بازگشت او رو به مدرسه میکنه. رئیس نیز در حالتی قرار میگیره که نمیتونه این تقاضا رو رد کنه و سرانجام یک کار درست هم از بالوتلی صورت میگیره. پیروزی فوتبال زنان ژاپن در سال 2011 خیلی بیشتر از یک بازی فوتبال اهمیت داشت. تنها چند ماه پیش از زلزله و سونامی در شمال ژاپن جون 15,000 نفر گرفته شده بود و شمار مردگان هر روز افزایش می‌یافت. اما زنان ژاپنی در هر بازی با یاد این قربانیان وارد زمین شدن و با روحیه و شجاعتی مثال زدنی از مرحله گروهی و حذفی عبور کردند و در فینال تیم قدرتمند آمریکا رو شکست دادن و به قهرمانی رسیدن. اونا در تمام بازی عکس‌ها و خاطرات قربانیان رو گرامی داشتند و تمام پیروزی‌های خودشون رو به اونا تقدیم کردند و جوایز نقدی خودشون رو برای بازسازی اماکن تخریب شده اهدا کردند.
ممنونم از اینکه تا اینجا همراه ما بودید. برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال ورزشکار رو سابسکرایب کنید.